سلام بچه‌ها، خوش اومدید به چنل پارسا 12. اومدیم بعد از 1 سال دوباره ویدیو بذاریم. آخرین ویدیومون ویدیو چالش سایکون نخندی بود. حالا اومدیم توی سبک بازی بازی بهتون معرفی کنیم. معرفی کنیم که او بازی ماجراجویی و داستانیه که حجمش 2 گیگ یا 3 گیگه، ولی به دانلودش میارزه، به بازی میارزه. حالا این بازی چیه به نظرتون؟ این بازی SKY که الان دورش هم خط میکشم که نکشید. اینه. حالا میریم الان تو نصبشم تو مارکت واسه تو میذارم. اگه میخواید میتونین این اسکی هم تو گوگل پلی گوگل دانلود پلی کنید. بزنید که دانلودش کنید. خب الان میریم ما تو مارکت. اینه. خب الان من اینو میارم اینجا. خب الان اگه فارسیش هم بهتون میگم، الان میشه آسمان فرزند روشنایی. اگه اینو سرچ کردید و نیاورد، از این بیایید از اسمش عکس اسکرین بگیرید. شات بگیرید و سرچش کنید بعد دانلودش کنید. حالا الان بچه من زدم رو بروزرسانیش که احتمالا 1 یا 2 ساعت دیگه شروع کنیم به رکورد ای بازی برای شما که ویدیو ببینید گیم چه شده. پلیش واسه شما که نصبش کنید. حالا میبینید بعضی دلشون نمیخواد نصبش کنن. حالا من گیم پلیشو میذارم، اگه خوشت اومد نصبش کن. نصبش. خب حالا بچه ها من که معرفیش کردم، اگه خوشتون اومد این ویدیو ساب و لایک یادتون نره. بد رود رود.